در قسمت قبل در مورد برند استراتژی صحبت کردیم و 2 تا روش برای اینکه بتونیم برند استراتژی رو تدوین بکنیم معرفی کردیم. اما در این بخش میخوایم در مورد قسمت بعدی برند مارکتینگ ویل، یعنی برند آیدنتیتی یا هویت برند صحبت بکنیم. برند آیدنتیتی یعنی اینکه برند در عمل چه شکلی دیده میشه، یعنی ظاهرش، لحنش، حسش و تجربه‌ای که به آدم‌ها منتقل میکنه. به زبان ساده تر، اگه برند یا آدم باشه چه شکلی حرف میزنه، چه شخصیتی داره و چه حسی رو منتقل میکنه. اما یه اشتباه رایج اینه که شرکت‌ها فکر میکنن برند آیدنتیتی یا هویت برند یعنی فقط لوگو، رنگ یا فونت، در حالی که هویت برند در واقع 4 تا لایه اصلی داره. لایه اولش برند پرسونالیتی یا شخصیت برنده. اولین و مهمترین لایه هویت برند محسوب میشه. یعنی اگر برندت یا آدم باشه، چه جور آدمیه؟ جدیه یا شوخ طبعه؟ رسمیه یا دوستانه است؟ جسوره یا محافظه‌کاره؟ این شخصیت در واقع پایه تمام هویت برند رو تشکیل میده. اگر این بخش مشخص نباشه، بقیه چیزها مثل طراحی، کمپین یا محتوا هم پراکنده شکل میگیرن. لایه دوم که عناصر بیانی برند محسوب میشن شامل پالت رنگ، فونت و تایپوگرافی، فرم و اشکال، تصاویر، لحن نوشتن و صحبت کردن و تون آف وایس هست. ریتم جمله ها، ساختار جمله و حتی سرعت بیان هم جزوش حساب میشه. مثلا بعضی برندها خیلی رسمی حرف میزنن، بعضیا خیلی ساده و خودمونی. لایه سوم برند اسید هست یا دارایی های برند. وقتی این عناصر کنار هم قرار بگیرن تبدیل میشن به دارایی های برند، شامل لوگو، تصویرسازی، عکاسی، آیکون ها، شعار برند. اما یه چیز مهمی که خیلی ها فراموش میکنن اینه که عمدتاً یوزر اکسپریانس هم جزئی از برند اسید محسوب میشه، چون تجربه که کاربر از محصول میگیره مستقیم روی برداشتش از برند اثر میگذاره. مثلا اگر یک اپلیکیشن ادعا بکنه ما سریعترین سرویس هستیم ولی اپش کند باشه یا فرایند خرید پیچیده باشه، اون موقع برند پرامیس یا وعده برند با تجربه واقعی همخونی نداره و این باعث میشه که برداشت از برند خراب بشه. بریم سراغ لایه 4 یا برند گایدلاین یا راهنمای برند. این در واقع یک سند یا مجموعه قوانینی هست که مشخص میکنه لوگو چطور استفاده بشه، رنگ‌ها چطور استفاده بشن، لحن برند چطور باشه و تیم‌های مختلف چطور باید از برند استفاده بکنن. حالا اصطلاحاً برند بوکی که به عنوان گایدلاین داره استفاده میشه. اگر برند گایدلاین وجود نداشته باشه معمولاً چند تا مشکل پیش میاد. اول اینکه تیم‌های مختلف هر کدوم یه مدل از برند استفاده میکنن. دوم اینکه تولید محتوا عمدتاً هر دفعه از ابتدا صورت میگیره و یک ساختار یکپارچه نداره. و سوم اینکه ممکنه چیزهایی منتشر بشه که اصلاً با برند همخوانی نداره. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها اینه که تیم‌ها کار رو از برند اسید شروع میکنن. یعنی اول میرن سراغ طراحی لوگو یا طراحی گرافیک در حالی که هنوز برند پرسونالیتی مشخص نشده. در نتیجه ممکنه طراحی‌ها قشنگ باشن ولی با استراتژی برند هماهنگ نیستن و بعد از مدتی مجبور میشن دوباره همه چیز رو از اول طراحی کنن. اما تعریف شخصیت برند گاهی سخت میشه چون خیلی وقتا آدم‌ها برداشت‌های متفاوتی از یک برند دارن. مثلا یک نفر میگه برند ما حرفه‌ایه، یکی دیگه میگه دوستانه است، یکی میگه جسوره، یکی میگه محافظه‌کاره. اگر این موضوع فقط بر اساس سلیقه افراد جلو بره تصمیم گیری خیلی سخت میشه. به همین خاطر باید از روش‌های ساختارمند استفاده بشه. 2 ابزار وجود داره که میشه روش تمرین کرد تا بشه بر اساس اون این برند پرسونالیتی رو بیرون کشید. اولین ابزار ورد گیم یا بازی کلماته و دومی طیف نگرشی هست. این 2 تا تمرین رو با هم دیگه انجام بدید تا خیلی راحت بتونید این مسیر رو جلو برید. در بازی کلمات در این تمرین یه لیست از صفت‌ها داریم، مثلا دوستانه، جسور، حرفه‌ای، خلاق، جدی. بعد تیم برند این صفت‌ها رو در 3 دسته قرار میدن. یکی who we are، ما الان چی هستیم. who we want to be، میخوایم چی باشیم. who we are not، چی نیستیم. این تمرین کمک میکنه شخصیت برند خیلی واضح تر بشه. در نهایت معمولا برند باید به 3 یا 4 ویژگی اصلی برسه، چون اگر تعداد صفات زیاد بشن تصمیم گیری خیلی سخت میشه. و روش دوم طیف نگرش ها هست. ابزار دوم
راحت تر میتونه ما رو به مسیر برسونه. اینجا به جای انتخاب یک صفت یک طیف رو خواهیم داشت. مثلا یک طیف از رسمی به خودمونی رو مشخص میکنیم و افراد باید مشخص بکنن ما کجای این طیف از لحاظ رسمی بودن و خودمونی بودن قرار میگیریم، یا محافظه‌کارانه و جسور بودن، یا شوخ و حرفه‌ای بودن. تک تک اعضای تیم این طیف ها رو مشخص میکنن. این کار کمک میکنه مرز شخصیت برند دقیق تر مشخص بشه. بریم سراغ جمع‌بندی. تو این درس فهمیدیم که برند آیدنتیتی فقط لوگو و رنگ نیست، بلکه از 4 بخش ساخته شده: شخصیت برند، عناصر بیانی، دارایی‌های برند و راهنمای برند. اگر این 4 بخش درست طراحی بشن، برند به مرور زمان قابل تشخیص‌تر میشه، قابل اعتمادتر میشه و در ذهن مخاطب ماندگارتر میشه. تو درس بعدی میریم سراغ بخش بعدی چرخ بازاریابی برند، یعنی برند دیستریبیوشن، توزیع برند، و میبینیم برند دقیقاً باید از چه کانال‌هایی به مخاطب برسه.